خودمونیم. خیلی از ما برای چیزایی مثل خونه، ماشین، سفر یا آینده‌ای بهتر برای بچه‌هامون تلاش می‌کنیم. اما توی این مسیر شاید مهمترین چیز رو فراموش کنیم: سلامتی. واقعیت اینه که بدون سلامتی همه این تلاش‌ها بی‌معنی میشن. قدیما میگفتن بابا آب دیگه، ولی علم میگه اینطور نیست. آب یونیزه و آب آشامیدنی معمولی هر دو منبع آب محسوب میشن، ولی از لحاظ ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دارن. اصلا میدونین فرایند تولید آب چجوریه؟ آب یونیزه نوعی از آبی که از دستگاه‌های یونیزه کننده تولید میشه. در این فرایند آب معمولی از طریق الکترولیز شدن به دو بخش قلیایی و اسیدی تقسیم میشن. آب قلیایی یا همون یون منفی و آب اسیدی یا یون مثبت. آب قلیایی معمولا برای نوشیدن و آب اسیدی برای مصارف دیگه استفاده میشن، از جمله ضد عفونی کردن. کمپانی ژاپنی ما با تمرکز بر سلامت و استفاده از تکنولوژی کاملا رباتیک که میتونه کیفیت زندگی رو خیلی بهتر کنه، این محصولات رو تولید کرده. دستگاه‌های آب کنگن. در دستگاه‌های آب کنگن صفحات فلزی از تیتانیوم با روکش پلاتین ساخته شدن. تیتانیوم استحکام و دوام بالایی داره و پلاتین رسانایی و مقاومت در برابر خوردگی رو تضمین میکنه. این ترکیب برای فرایند الکترولیز و تولید آب قلیایی با کیفیت بالا ضروریه. این دستگاه‌ها انواع آب با pH متفاوت تولید می‌کنند که هر کدوم کاربردهای خاص خودشون رو دارن. آب قلیایی با pH 8.5 تا 9.5 برای متعادل کردن اسیدیته بدن، بهبود متابولیسم و کمک به هیدراتاسیونه. آب اسیدی قوی با pH 2.5 ضد عفونی کننده قوی برای سطوح و بدن و آب زیبایی با pH 6 مناسب برای شادابی و مراقبت پوست. بیماری‌ها. نوشیدن مداوم آب قلیایی میتونه در کاهش بیماری‌هایی مثل دیابت، فشار خون، چربی خون، سنگ کلیه و انواع سنگ‌های مضر در دستگاه تصفیه بدن و ناراحتی‌های معده، روده و گوارش مؤثر باشه. این خاصیت‌ها به دلیل تکنولوژی یونیزاسیون الکترولیتی و وجود آنتی اکسیدان‌های قوی در آبه. و اما مهمتر از همه، آب قلیایی تولید شده توسط دستگاه‌های کنگن میتونه در پیشگیری از سرطان بسیار مؤثر باشه. محیط اسیدی بدن شرایط مناسبی برای رشد سلول‌های سرطانی فراهم میکنه، اما آب قلیایی با افزایش pH بدن این محیط رو قلیایی و رشد سلول‌های سرطانی رو دشوار میکنه. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی قوی این آب باعث کاهش استرس اکسیداتیو میشه، عامل مؤثری که در تشکیل و تکثیر سلول‌های سرطانی نقش کلیدی داره. علاوه بر این، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش اکسیژن رسانی به سلول‌ها از دیگر فواید آب قلیایی محسوب میشه که میتونه در مقابله با سرطان بسیار مؤثر باشه. در کنار درمان‌های پزشکی، مصرف آب قلیایی میتونه به بهبود کیفیت زندگی و کاهش عوارض درمان کمک مؤثری کنه. و مورد آخر این که چرا راه دور بریم؟ ما اینجا توی قسمت خیلی سرد کاناداییم و سرماخوردگی همیشه دم دستمونه. کنگن واتر خروجی آبی داره که میشه با اسپری بینی توی همون روز اول سرماخوردگی‌های زمستون رو متوقف کرد. و این خلاصه‌ای بود از خواص آب کنگن که به خاطر وقت کم نمیشد انواع بیماری‌هایی که پزشکان درمان و پیشگیری باهاش رو تایید کردن نام برد. اما نکته خیلی مهم ماجرا اینه که تمام مواردی که نام برده شدن تجربه‌های عینی و واقعی خود ما و خانواده هامون از مزیت‌های ارزشمند آب کنگن هستن. انسپا یا همون دستگاه اسپای خونگی شما. این دستگاه که روی شیر حمام نصب میشه، آب رو توسط سنگ‌های معدنی طبیعی مثل سنگ تومالین ژاپنی از کلور و فلزات سنگین تصفیه کرده و اون رو با مواد معدنی مفید غنی‌سازی میکنه. مزایای انسپا چیه؟ پیشگیری از خشکی پوست و شوره سر، تنظیم pH آب و حفظ رطوبت، کمک به بیماری‌های پوستی مثل اگزما و پسوریازیس، کاهش التهاب و تحریک، پیشگیری از پیری زودرس پوست،
مواد معدنی آب انسپا برای جوانسازی پوست بسیار مفیده. و در نهایت حس آرامش و تجدید انرژی، تجربی شبیه چشمه‌های آب معدنی ژاپنی. دستگاه امگارد یا محافظ بدن در برابر امواج. این دستگاه شعاع حفاظتی 4 تا 8 متری داره و با کاهش نویزهای فرکانسی از خستگی، سردرد، کاهش تمرکز و اختلالات خواب ناشی از امواج الکترومغناطیسی مودم‌های وایفای و دیتای گوشی همراه جلوگیری میکنه. دمنوش و صابون گیاهی کنگن اوکان. این محصولات با ترکیبات گیاهی خاص طراحی شدند. صابون گیاهی از ترکیبات طبیعی مثل زردچوبه وحشی و عسل ساخته شده که برای شفافیت و تغذیه پوست عالیه. زردچوبه با خاصیت آنتی اکسیدانی که داره میتونه در کاهش التهاب و رفع مشکلاتی مثل اگزما و پسوریازیس کمک کنه و عسل پوست رو مرطوب و نرم نگه میداره و همینطور برای مراقبت بهداشتی بانوان عالیه. و محصول بعدی دمنوش گیاهیه که ترکیبات غنی از زردچوبه وحشی و گیاهان دارویی داره و به کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی و بهبود گوارش کمک میکنه. همین الان برای خرید اقدام کنید چون خیلی زود دیر میشه.